پرستو بال زدم اومده استادم این لحظه این روزها با همه شاگردای صمیمی عریق می شود بال زنان از عقیب استاد اومدن که بخشش استاد عمری دراز بینن اینا من نگفتم ترسم که غم به پدر شود این طفلی ناز پروری من در بدر شود این مباد استاد عزیز با شکری بودنشون این کس هدیه خداوند برای ما الهام میگیریم لذت میگیریم خداوند عمرشون دراز با دوستان عزیز نوبت اکنون که ارکی نودینه با پای مبارکشون اومدن 3-4 سرود زمزمه کنن چون که استاد باهای هر یک شاگردشون با بیغرضانه این خیلی آدم از این پلنت میگوین که فرامادگیان اگر چونی نبود کجا با نمیرد آسیا مرکزی با شاگرد استاد حاجی جورابک مراد نزدیکتر مرزا چی گفتن؟ گفتن که انسان ها آداب انتظام از حاجی جورابک مراد آموزه اینه بینه 78 دینش هم من حساب کردم بزرگان جان اندیشه گفتم استاد عزیز اینا ما نگفتیم شما خودتون بزرگی کگلا کمتیب آنها شما الهام گرفتن این هدیه خداوند دوستان عزیز ارکینجان وقتی که آینه بر بودیم پرویز بیکی داداش پسر نویرای توی کرد دیه هوا هم فکریم که گیم من وقتی که همه ارکین بگیدم ارکینجان حاضر باید بودم اون وقت باید آینه بودم بعد برآمدن حالا جوان خدمت کردن بعد دعاتی گفتن من گفتم که اینجا بس اگه شما این آواز این شما جمهوری برفتن در کار همه جا دعا دادیم من آواز مولادار خطی من ارکیم حالا بسیار امیدم این آواز خطی باید که نه اینکه استری بیشتره خارجه بام باید که افغانستان ایران حالا تیم میشه خدا خواهد همون جای رفته دست بگرفته سرودی همه سرود خانانه با سرودی تاجیکان خانان ارکین جوان یک خرسک زنیم 100 سرودی من یکم زیراوات جمعه کتاب نوشته بودن استادی ما همه ما زیرآبادی ها با قرضدار هستیم همه ما چرا همین گهواره بالای ارزان خان میریم این زیرآبادی آدمی کسی میکنه